سلام دوستان، اسم من سهراب و امروز با مبحث اندیکاتور تست بیولوژیک در خدمتتون هستم. استفاده از اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو برای بررسی صحت انجام فرایند استریلیزاسیون توسط دستگاه امری ضروری است. هر ماده‌ای که دارای یک نشانه قابل مشاهده مانند تغییر رنگ ناشی از یک واکنش شیمیایی باشد به عنوان اندیکاتور معرفی می شود. انواع اندیکاتورهای استریل، اندیکاتورهای شیمیایی و اندیکاتورهای بیولوژی. اندیکاتورهای تست شیمیایی. اندیکاتورهای تست شیمیایی اتوکلاوها و استریل کننده های بخار نقش مهمی در کنترل عملکرد دستگاه دارند. این شاخصها به پارامترهایی نظیر مدت زمان، دما و بخار آب فرایند استریل پاسخ می دهند. استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی بسیار آسان و ارزان قیمت می باشد. از بین اندیکاتورهای شیمیایی مختلف، نوارهای شیمیایی بسیار محبوب هستند. این اندیکاتورها بر اساس نوع عملکرد و سطح کیفی به 6 کلاس دسته‌بندی می شوند. اندیکاتورهای تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 1 به شکل نواری یا چسب. در نوار اندیکاتور از جوهر حساس به گرما استفاده می شود. اگر دما به 121 درجه سانتیگراد رسیده باشد، این نوار تغییر رنگ می دهد. تغییر رنگ ندادن اندیکاتور نشان می دهد که فرایند استریلیزاسیون به درستی صورت نگرفته است. تغییر رنگ چسب اتوکلاو به معنای درست انجام شدن عمل استریلیزاسیون نیست. گرچه این نوار استریلیزاسیون داخل محموله را نشان نمی دهد، اما نتایج خوبی را به شما ارائه می دهد. به وسیله نوار اندیکاتور می توان از رسیدن دمای محموله به 121 درجه سانتیگراد اطمینان حاصل کرد. در هر فرایند استریلیزاسیون باید از چسب اتوکلاو استفاده شود تا صحت دمای 121 درجه سانتیگراد را تایید کند. اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 2. کلاس 2 این اندیکاتورها برای تشخیص تست هایی خاص نظیر بوویدیک استفاده می شود. اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 3. اندیکاتورهایی که فقط قادر به کنترل یک پارامتر هستند، مانند اندیکاتورهای پلاسما. اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 4 جزء نشانگرهای چند پارامتری محسوب می شوند، چون توانایی کنترل حداقل 2 پارامتر مثل دما و زمان را دارند. تست اتوکلاو به شکل نواری دوبل است. از روی خطچین میانی می توان آن را به 2 اندیکاتور تقسیم نمود. این تست نواری در 2 نوع لمینت دار و بدون لمینت تولید می شود. اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 5. در روش بخار پیشرفته ترین نوع اندیکاتور کاغذی اندیکاتور کلاس 5 است. اندیکاتور کلاس 5 معادل یک اندیکاتور بیولوژیک بخار عمل می کند و هر 3 فاکتور دما، بخار و زمان را در نظر می گیرد. اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 6. اندیکاتورهای کلاس 6 به پارامترهای دما و زمان و اشباع بخار آب حساس هستند و به منظور بررسی مطابقت سیکل انجام شده با تنظیمات اصلی سیکل است. اندیکاتورهای شیمیایی بر اساس تغییرات شیمیایی عمل می کنند و از نوع پیشرونده هستند. این اندیکاتورها از نظر دما و زمان چند نوع هستند، ولی تفسیر پاسخ آنها در انتها آسان است و نیازی به حدس و گمان نیست. با توجه به نوع استریل کننده و ابزار، اندیکاتور مناسب می بایست انتخاب شود. مطمئن ترین نوع اندیکاتورهای اتوکلاو شاخصهای بیولوژیکی هستند. این نشانگرها جمعیت استاندارد شده از اسپورهای باکتریایی مقاوم می باشند. این باکتری به صورت اسپور بر روی نوار چسب و یا به شکل محلول در شیشه های آمپول بسته‌بندی شده است. تست اسپور کامل بودن چرخه استریلیزاسیون برای از بین بردن میکروارگانیسم ها را مشخص می کند. عملکرد اندیکاتور بیولوژیک در فرایند استریلیزه کردن دقیق تر است. این تست در هر بار استفاده از اتوکلاو باید مورد استفاده قرار بگیرد. بهترین حالت این است که این اندیکاتور در داخل محموله قرار بگیرد که قرار است استریلیزه شود. بهتر است که محموله مورد نظر در مرکز دستگاه اتوکلاو قرار داشته باشد.
در هر بار استریل کردن اندیکاتورهای بیولوژیک باید مورد استفاده قرار بگیرند، به ویژه اگر زباله بیولوژیک تولید می کنید. اگر به دنبال تایید درستی عملکرد دستگاه خود هستید، باید از تست های اتوکلاو موجود استفاده نمایید. اندیکاتورهای اتوکلاو دارای کلاس و رده های مختلفی می باشند. با داشتن اطلاعاتی در مورد نوع اتوکلاو خود، از تست اتوکلاو مناسبی استفاده نمایید. برای مشاوره جهت خرید انواع دستگاه اندیکاتور به وبسایت ما به آدرس www.ktglabgroup.com مراجعه کنید. ممنون از اینکه در این قسمت هم همراه ما بودید. خدا نگهدار.